ساکن ناحیه خوالینگ شریف سعیدов هنرمند است و با آماده‌سازی اسباب‌های موسیقی ملی شوقی به اندازه دارد. در بازار هنر فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی اندلیب 2023 محصول هنر خویش را پیشکش کرده است. سال 95 این کار رو در شهر دوشنبه آموخته یاد گرفتم. سال 95 این جانب اومده در ناحیه خودمون میتراشم. انا ذوقمندو دا میتیم معرک‌های تمام جریان در اسباب موسیقی یکم درختی نر زردالو دیم چهارمغز سیم توت این همیشه 6 هفته طور مایده برای بچه‌ها هم هست کلون برای آدمای کلون سال هم هستن همش از چوب زردالو. هنرمندان ناحیه خوالینگ که در رشد هنرهای مردمی همیشه سعی و کوشش دارند و با چکندوزی و گلدوزی، دوریدگری و آهنگری و دیگر هنرهای ملی از خود سر و صدا بلند کردند، در بازار هنر محصول هنر و مهارت خویش را به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه کدبانوهای و کشاورزان نیز خیلی فعال بودند که خوراک‌های ملی و نمونه بهترین محصولات کشاورزی را به معرض دید گذاشتند. هیئت حکمان از نمایش بازار هنر دیدن کرده به هنر ساکنان بهای سزاوار دادند. هوسکارانی که در فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی اندلیب 2023 شرکت ورزیدند، سرودها در وصف وطن، مادر تاجیکستان و طبیعت زیبای دیار را پیشنهاد کردند. در نوازش اسباب‌های خلقی مهارت خوب نشان دادند، خصوصا نوازش یکه با دوتار در سطح کسبی اجرا گردید که پسندی حاضران شد. در دیگر بخش‌های فستیوال آزمون نیز اشتراکچیان مهارت خوب نشان دادند. طراحان سر و لباس ملی را از قدیم تا امروز پیشنهاد کردند و شروع از مادران تا اطفال به تن لباس ملی روی صحنه برآمدند. مورد ذکر است که برگزاری فستیوال آزمون اندلیب در ساحه فرهنگ بهبودی آورده است و در ناحیه خوالینگ آن بر اعلا احساس می‌گردد، زیرا اکثر هنرمندان از دهات دوردست ناحیه در بخش فرهنگ به هم آمده فعالیت می‌کنند. آزمون اندلیب در حقیقت در ساحه فرهنگ یک تحولات وارد کرد. همه هنرمندانی که در بخش فرهنگ ناحیه کار می‌کنند، محض در همین آزمون پیدا شدند. امروز هوسکارانی که روی صحنه میبرند باری اول هست که روی صحنه میبرند و هنر خود را نشان میدهند. باوری داریم که در آینده هنر خود را خوبتر و بهتر نشان میدهند. سرود هجوی دکتر جان بیمار شدم از جانب اشتراکچیان فستیوال در سطح بلند پیشنهاد گردید و دیگر برآمد کنندگان هم مهارت خوب نشان دادند. شیرین جان سفرزاده سیفالدین اسماعیلوف از ناحیه خوالینگ برای برنامه نوید.